سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. من امیررضا MW هستم و امروز میخوام 7 از مهمترین کلیدهای میانبر ویندوز رو بهتون معرفی کنم. خب بچه‌ها، اولین کلید میانبر وین به اضافه دی هست که ببینید الان مثلا من داخل گوگلم و وقتی که وین به اضافه دی رو بزنم مستقیم به دسکتاپ میرم. خب بچه‌ها، دومی میانبر آل به اضافه تب هست که همونطور که میدونید الان ببینید گلیس آف اسکرین بازه برای من، گوگل کروم بازه، فایل اکسپلور بازه و اج هم بازه. حالا من با استفاده از این میانبر میتونم بین این 4 تا سویچ کنم و همونطور که ببینید هر کدوم رو که بخوام باز کنم. مثلا الان ببینید فایل اکسپلور رو باز کردم. خب بچه‌ها، چهارمی میانبر وین به اضافه ای هست که سریع‌ترین راه فایل باز کردن فایل اکسپلور به حساب میاد. میانبر بعدی وین به اضافه آی هست که باهاش میشه تنظیمات رو باز کرد دیگه. یعنی وقتی شما از میانبر وین آی استفاده کنید تنظیمات براتون باز میشه. میانبر بعدی کنترل شیفت اسکی هست که همه میدونید برای باز کردن تسک منیجر استفاده میشه. میانبر بعدی وین و آر برای باز کردن ران ویندوز استفاده میشه و در نهایت آخرین میانبر وین به اضافه وی اینطوریه که شما هر چیزی قبلا کپی کردید، مثلا یه چیز رو کپی میکنید دوباره میرید مثلا یه چیز رو کپی میکنید، وقتی وین و ای رو بزنید هر چی کپی کردید رو براتون بالا میاره، یعنی نیاز نیست دوباره برید از اول